الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ تعالیٰ در دین اسلام بلکہ اگر ما دورتر فکر کنیم در همه ادیان سماوی مرا به محبت و عشق فروردگار ترغیب دادند. عشق اللہ تعالی، محبت فروردگار و عشق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محبت با جمیع آنچه که به محبت خدا ما را برساند و خوشنودی رب العالمین حاصل بشه. و این محبت که ادیان سماوی به آن فراخواندند و دین اسلام به آن فراخوانده است، این برمیگرده به فطرت انسان که انسان را الله تعالی به یک فطرت پیدا کرده است که در این فطرت این محبت وجود داره و عشق وجود داره. و اگر ما دقت کنیم در انسان ماده عشق موجوده و این یک استعداد فطری در انسان و انسان این عشقش یک طرف میره و اگر این جهتدهی نشه و کنترل نشود و به این استعداد فطری را ما رها کنیم و ویل کنیم، ممکنه این استعداد فطری کار خراب بکنه و یه عشق به دنیا بچسبه و ما عاشق دنیا نشیم. خدای نکرده. یعنی محبت دنیا در دل ما به عشق باید یک طرف بره. چه بسا همه عشق رفته به سمت مخلوق، به سمت دنیا، به زیبایی های دنیا و زیباهای دنیا و این عشق مایه رسوایی شده، این عشق مایه بدبختی شده و این عشق انسان به ذلت کشانده و به رسوایی و از خدا دور کرده است.
ولی اگر همین عشق مدیریت بشه و ما مسائل فطری را که الله ما را به فطرت اسلام خلق کرده، به فطرت صحیح و درست الله تعالی ما را خلق کرده است، اگر ما این فطرت ها را مدیریت کنیم و به این فطرت ها کنترل داشته باشیم صحیح و جهتدهی کنیم این فطرت ها را که از آن جمله عشق خدا هست، خدای عزوجل، لہذا این عشق مایه سربلندی میشه، مایه عزت میشه و مایه رستگاری میشود. و چقدر عاشق الله در دنیا گذشته است، میلیاردها و هزار و میلیونها و میلیاردها انسان و تریلیاردها انسان در امتهای پیشین و ادیان گذشته و در دین اسلام چقدر انسانها بودند که عاشق الله شدند، به دنیا دل ندادند، شیفته دنیا نشدند، فریفته دنیا نشدند و شیفته الله، عاشق الله شدند و الله را با جان و دل بندگی کردند و فرمان بردند از الله تعالی. چقدر انسانها که در امت ما عاشق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودند، عشق آن حضرت جدا از عشق خدا و رسول جدا از یک دیگه نیست. آن حضرت را محبت کردند و از زن و فرزند و همه دوستان آن حضرت را بیشتر دوست داشتند. روا می داشتند و اونها که همه دوستانشون فدا بشن، فرزند و زن و اولاد و همه چیز را بگذارن، ولی رسول خدا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را نگذارن. صحابه وقت هجرت کردن، واقعات هجرت صحابه تکان دهنده که صحابه چه کسانی را در مکه گذاشتند، از خانه کعبه گرفته بیت الله الحرام که چه اندازه به بیت الله الحرام تعلق داشتند، شهر مکه و وطن عزیز، زن و فرزندان خود را، بچه های کوچک و طفل و ثروت و دارایی را گذاشتند، به تنهایی از مکه فرار کردند به سمت مدینه منوره تا از رسول خدا صلی الله علیه وسلم حمایت کنند، تا در سختری شرایط در کنار آن حضرت باشند، تا آن حضرت را اطاعت کنند و فرمان ببرند، در محفل و مجلس نورانیان حضرت حضور پیدا بکنند و جمال جهان آراء حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را تماشا کنند و آن حضرت را اتباع کنند و تابعداری بکنند. او صحابیه که وقت او را محاصره کردن، فرار کرده بود از مکه و که بگیرن، او صحابی همین بیان کرد که اگر شما راضی هستید من آدرس مالم را به شما میدم، راضی هستید برید مال من همه مال شما ببرید، ولی اگر شما من از هجرت مانع باشید و بخواهید با من درگیر بشید، من تا آخری تیر با شما می جنگم. و تهدید کرد اونها را و گفت که بهتر از شما همون مال بگیرید به نفعتون. راضی شدن، آدرس مال داد و لہذا راه خودش را ویل کردن که رفت. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی هستند که جانشون را هم می فروشند و در جهت رضامندی الله تعالی
مالا میدن که رضایت پروردگار کسب بکنن، جان حاضر هم بدن تا رضایت پروردگار کسب بکنن. و روی این صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم واقعات هجرت صحابه کرام به مکه مکرمه، از مکه مکرمه به حبشه و به مدینه منوره مخصوصا واقعا واقعات نشان میده از یک عشق عمیق آن حضرت صلی الله علیه وسلم دین اسلام و رب العالمین ذات اقدس باری تعالی که نه چه محبت در دل اینها بود، چه ایمانی بود، چه اعتقادی بود که اونها را وادار به هجرت طولانی کرد در اون زمانه که امکانات نبود. و زندگی صحابه همه زندگی عشق به رسول صلی الله علیه وسلم. واقعات صحابه واقعا تکان دهنده صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این مقام و این جایگاه و این ارزش صحابه پیدا کردن در دل مسلمانان تا قیامت. صحابه و آل بیت نبی صلی الله علیه وسلم از روی همین عشق خدا و رسول بود، عاشق الله بودن و عاشق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودن و عاشق دین بودن و چه رنجهای را و زحمتهای را تحمل کردن در راه پروردگار. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه در سفر هجرت و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که در رخت خواب آن حضرت قرار گرفتن، حاضر شدن جان خودشون را فدا کنند ولی جان رسول الله صلی الله علیه وسلم نجات بگیره. و در سفر هجرت همراهی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نشان میده که چه اندازه حضرت ابوبکر عاشقانه با آن حضرت فداکاری کردن، در این سفر خدمت کردن، جانشون را سفر بلای آن حضرت قرار دادن و با چه عشق با چه محبت از آن حضرت پاسداری کردن. آن حضرت استراحت میدادن تو این سفر و خودشون حراست انجام میدادن و پاسداری میکردن و چگونه آن حضرت را پذیرایی میکردن، خدمت میکردن، راحت رسوندن. یار غار آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و این جمیع واقعات صحابه و آل بیت نشان میده که چه اندازه اینها فداکار آن حضرت بودند. و این حدیث هم هستند که آن حضرت فرمودند شما تا اون زمانه مؤمن نخواهید بود که من از خودت، از فرزندانتون و از والدین پدر و مادر یا پدر و از فرزندان خود و از نفس خود تا زمانی که من دوستتر داشته نباشید شما مؤمن کامل نخواهید بود. خود این عشق را دین اسلام به ما آموخته است که عشق رسول صلی الله علیه وسلم را ما در دلهای خودمان جا بدیم و به نحوی که از والدین، از ولد و از همه مردم دنیا و از نفس خود آن حضرت را دوستتر داشته باشیم. مفهوم حدیث است. و یک حدیث خدا و رسول را من و شما از تمام آنهایی که دوست داریم خدا و رسول را از همه دوستان، از همه متعلقین همه بیشتر دوست داشته باشیم. و عشق یعنی همینه عزیزان من. و این محبت با زبان نیست. در صدر اسلام مسلمانان واقعا و حقیقتا خدا و رسول را دوست داشتند و اونها عشقشون آزمایش شده بود
ایمانشون آزمایش شده بود، اعتقادشون آزمایش شده بود. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی. و اینها دلهای اونا را الله تعالی برای ایمان، برای تقوی، برای محبت خدا و رسول دلهای اونا آزمایش شده بودند و اونها عشق عمیق داشتند. امروز یک مشکلی که وجود داره آنه که مسلمان همه چیزش به ظاهر آمده، سطحی شده، ریشه‌ای نیست، عمیق نیست. همه ادعای محبت خدا و رسول را داریم، اما در عمل و در واقع این محبت آنچنان که باشد نیست. سروران گرامی، بسیار جا که منافع خودمون را ترجیح میدیم از دستورات خدا، از سنت آن حضرت، از سیره آن حضرت، از اتباع آن حضرت، تابعداری آن حضرت. ما منافع خودمون را، منافع دنیوی را، منافع سیاسی را، منافع اقتصادی را، روابط و دوستانه را با فرزندانمون، با زن و فرزند، با نزدیکان، ما اینها را ترجیح میدیم از محبت خدا و رسول. میبینیم کار خلاف کاری انجام میگیره و این کار خلاف در جهت منافع خوده یا در جهت منافع فرزندانه. به خاطر منافع فرزندان من و شما الله تعالی را نافرمانی میکنه. صبح هست و نماز صبح آزمایشه، صبح و شامه و رفتن به مساجد که سنت حبیبه و دستور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و تاکید آن حضرت است. من و شما این از مفوت میشه و به خانه نماز میخوانیم و در حالی که حتما مدعی هستیم که خدا و رسول را ما دوستر داریم و عشق خدا و رسول را در دل داریم. چه بسا احکام الهیان که امروز در زندگی من نافذ می شوند، حکم خدا شکسته میشه. از که شکسته میشه؟ از مسلمان که تسلیم خدایه، از مؤمن که به خدا اعتقاد داره، از کسی که ادعای محبت خدا و رسول را می کند اما نافرمانی الله انجام میگیره، فرض شکسته میشه از ما. حرام صریح که ما باید از او پرهیز بکنیم، من و شما حرام، کار حرام را انجام میدیم، گناه انجام میگیره، خلاف شر انجام میگیره، در حالی که ادعای عشق موجوده، ادعای محبت خدا و رسول موجوده. این محبت کجایه؟ یا در دل یا در زبانه؟ اگر در دل چرا نافرمانی؟ اگر در دل چرا نقض حکم خدا فرض و واجب شکسته بشه؟ سنت مؤکده را چرا ما بشکنیم و نافرمانی خدا و حضرت رسول انجام بدیم؟ تاکید کرده آن حضرت، انجام داده و مواظبت کرده است بس بار اعمال، ولهذا این سنت های مؤکدان باید ما پای بند اونها باشیم و از ما شکسته می شوند. چرا ما عشقمون آزمایش نکنیم؟ چرا ما ایمانمون را، چرا مسلمانی خودمون را آزمایش نکنیم؟ ببینیم چه اندازه مسلمانیم، چه اندازه ایمان ما مضبوط و مستحکمه، چه اندازه با واقعیت عشق ما نزدیکه. چرا واقعیت ها را توجه نمی کنیم و نمی بینیم؟ حقائق چرا من و شما نگاه نمی کنیم عزیزان؟ اما در عصر اول، در عصر صحابه و کرام رضوان الله تعالی مجمعین، در عصر آن حضرت، صحابه و آل بیت آن حضرت،
چگونه بودن سروران گرامی؟ عشق اونها واقعی بود، اونها آزمایش شده بودن. الله اونها را آزمایش کرده بود برای ایمان. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، الله در دل اونها ایمان را نوشته بود. واقعا ایمان مکتوب بود در دل اونها. مؤمن بر حق بودن، مسلمان واقعی بودن، عاشق بر حق خدا و رسول بودن. و امروز همه چیز نمایشی شده، سطحی شده. من و شما حاضر نیستیم که در راه الله جان بدیم، در راه الله مال بدیم، در راه الله منافع را قربانی بکنیم، راحتمون را قربان بکنیم. و برای ما امروز اینها سخت شده است، چرا که امروز عشق نیست سروران گرامی. هر دلی که در او عشق نباشه مرده است. الله دلهای ما را زنده بگردانه. و این هم عزیزان من وهمی نیست، کسبیه. باید کسب بکنیم عشق را، باید بریم به سوی ایمان، باید بریم به سوی عشق خدا و رسول، باید بریم به سراغ محبت با خدا و رسول. اینها را به ذکر و فکر من و شما این محبت ها را در دل جا بدیم، یاد کنیم نعمت های فروردگار و احسانات الله تعالی و فضل الهی را که بر ما است. یاد کنیم نعمت های مادی را که ما داریم و نعمت های معنوی را که همه را الله سبحانه و تعالی به ما عنایت کرده است. یاد کنید نعمت هایی که خدا به وسیله حضرت رسول به ما داده است. ما را هدایت کرده به دین اسلام. و آن حضرت صلی الله علیه و سلم چه اندازه محبت داشتن با امت و چه اندازه برای امت قربانی دادن، هجرت کردن، زحمت کشیدن تا روزی که رفتن راحت 2 روز متوالی شکم سیر ندیدن، گرسنگی کردن، کشیدن در راه تشکیل امت مسلمه. در حالی که الله فرمود اگر هر اندازه مال بخواهد به آن حضرت مالای زیاده خواهد داد. آن حضرت نپذیرفتند، خواستن حال گرسنگی بکشند، حال گرسنگان بدانند، خواستن با مال خود را درگیر نکنند و تمام وقتشون برای تشکیل امت مصرف بشه و همه در فکر هدایت مردم باشند. خودشون اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم، زن و فرزندان آن حضرت، زنان آن حضرت، دوستان آن حضرت، همه خواستن که قربانی بدن، فداکاری بدن تا مردم از جهنم نجات بگیرن، تا ما هدایت بشیم، تا هدایت تا قیامت بره. و برای این چند از آن حضرت با دشمنان روبرو شدن، چند از مورد دشمنی قرار گرفتن، چند از ستم برداشت کردن، چند از تهدید و فشار تحمل کردن. همه اینها در راه تشکیل امت بود. ولذا عزیزان این قربانی ها و فداکاری ها را یاد کنید. این شب بیداری ها و گریه ها و ناله های آن حضرت را در شبها که موقع استراحت بوده استراحت گذاشتند و برای ما تحمل کردند. دعایی که در طول زندگی کردند، در تمام مواقع برای امت کردند، دعایی که در عرفات کردند، آخری حج آن حضرت صلی الله علیه وسلم حجت الوداع کردند. همه اینها سروران گرامی میخواهند که به آن حضرت ما محبت کنیم، دوستی کنیم، از آن حضرت اتباع و پیروی بکنیم، سنت های آن حضرت را در زندگی من پیاده بکنیم و به کثرت به آن حضرت صلی الله علیه وسلم درود ختم کنیم. این درود ارتباط و رابطه را برقرار میکنه، اتباع و تابعداری رابطه را برقرار میکنه. این محبت ها را باید تذکر کنیم توی خانه هایمون
و فکر کنیم به تنهایی مون. ولهذا این محبت که بعد هم آرزوی شفاعت را در صحرای محشر و قیامت داریم. سروران گرامی، این محبت باید در دلهای ما تکرار باشه. از علامات این محبت و ایمانانه سروران گرامی که با دوستان آن حضرت صلی الله علیه و سلم، با کسانی که جان فدایی کردن، با کسانی که جان نثاری کردن، با اونها محبت بشه. با اهل بیت نبی صلی الله علیه و سلم محبت، با فرزندان آن حضرت صلی الله علیه و سلم محبت، با فداکاران و جان فدایان و صحابه کرام عام از مهاجرین و انصار، با اینها محبت بشه. اونهایی که در راه خدمت به آن حضرت صلی الله علیه و سلم و رفاقت با آن حضرت صلی الله علیه و سلم صداقت از خودشان نشان دادن و در تمام مواقع سخت در کنار آن حضرت ایستادن. لہذا این دین اسلام دین عشق، دین محبت، دین اعتقاد، دین عمل، دین پیروی و تابعداری از صاحب اسلام. و این نعمت بزرگی. البته عشق که در او اعتدال باشه و عقلانیت باشه. احساسات دین اسلام دین احساسات نیست که عشق احساساتی باشه و بالاخره قوانین نقض کنه، مقررات نقض کنه و شریعت اسلام نادیده بگیره. چنان عشق در دین اسلام مشروع نیست. و مخصوصا فرزندان آن حضرت صلی الله علیه و سلم، اهل بیت نبی صلی الله علیه و سلم، محبت با اهل بیت، دوستی اهل بیت یک چیزی است که جز معتقدات همه مسلمانان هست. همه روایات و آیات به همین دلالت می کنند که ما همانطور که با آن حضرت محبت می کنیم، فرزندان آن حضرت را هم دوست داشته باشیم. و از مظلومیتی که بر اهل بیت گذشته است، به هر حال در این مظلومیت ها همه ما باید همدردی داشته باشیم با اونها و تنفر داشته باشیم از کسانی که به فرزندان آن حضرت و آل بیت آن حضرت ظلم کردند. واقعا حادثه کربلا در این باره حادثه بسیار تلخه و حادثه بسیار ناگواره که در صحرای کربلا پیش آمد. یک حادثه بسیار دلخراش بود. سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه و همه اهل بیت با خلفاء راشدین کاملا همکاری داشتن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و حتی در دور معاویه رضی الله تعالی عنه هم پرچم مخالفت را بلند نکردند، ارشاد کردند، راهنمایی کردند و معاویه را قابل تحمل دیدند. مسائلی که در او زمانه بود اونا خودشون بهتر میدانستند. ما نبودیم در آن عصر، اما به مخالفت معاویه رضی الله تعالی عنه بلند نشدند. اما وقتی استخلاف یزید انجام گرفت و یزید یک انسان نااهل بود و یک انسان ناتوان بود و وقتی خلیفه شد ثابت شد که یک انسان کم عقل، بینش نداره، دوراندیشی نداره، تقوی هم نداره، مدیریتش هم ضعیف، ناتوانه و استبداد داره، مستبده، عالم مشوره نیست. و احساس کردن امام حسین رضی الله تعالی عنه و بعض صحابه دیگر که هم دین این به خطر می اندازه
و هم امت مسلمه مسلمانان به خطر می افتند، منافع مسلمانان، وحدت مسلمانان، عدالت به خطر می افته. بسیاری از صحابه کرام که باقی مانده بودند، بعضی از صحابه کرام از بیعت دوری کرده، از بیعت یزید با بیعت نکردن با یزید. و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه از این بزرگانان. و وقت آل عراق به حضرت امام حسین نامه نوشتن و آل کوفه دعوت کردن که شما به کوفه بیایید، یزید شایستگی نداره و ما به دست شما بیعت میکنیم، شما شایسته خلافتید، شما باید امت مدیریت کنید، شما باید دین اسلام ما مدیریت کنید و حمایت کنید و زحمت های آن حضرت را و مسلمانان شما باید نگهداری بکنید، شما وارث بر حقید و این حق مال شما هست. با دعوت آل عراق امام حسین احساس مسئولیت کردن. اگر این را من پاسخ ندم جواب خدا را باید چه بدم؟ واقعا چه که در این وقت همه مردم، بسیاری از مردم دغدغه داشتند و پریشان بودند که چه پیش می آید و چرا یزید خلیفه بشه و یزید توانایی ندارد. و نشان داد بعضی که می گفتن اگر این به حکومت برسه مسئولیت پیدا بکنه خوب میشه، اما متاسفانه خوب نشد. و او بعد از اینکه جای پدرش را گرفت متاسفانه از خود شایستگی و توانمندی نشان نداد و لحاظا فساد روز به روز در ملک اضافه شد و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه عازم عراق شدن. موقع حج هم بود، به کوفه تشریف بردن و همه کسانی که حضرت امام حسین دعوت دادن و به دست نماینده حضرت امام حسین مسلم بن عقیل بیعت کردن، به همه بیوفایی کردن، عهد شکنی کردن و از ترس منافع خود و بخاطر منافع دنیوی جلب منافع لحاظا سکوت اختیار کردن و حتی با لشکر یزید هم عبیدالله بن زیاد که این حاکمیت را اینجا به عهده داشت با او همراه شدند و لشکر او و به جنگ حضرت امام حسین به میدان کربلا آمدند. امام حسین هم به دور از آب نگه داشتند و جلو آب را بستند و روزهای سختی بود. حادثه دلخراش، امام حسین برای جنگ نیامده، لشکر با خودش نیاورده، جمعی از دوستان و نزدیکان و فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه امام حسین همراهی میکنن، زن و بچه هم همراه. اگر برای جنگ می آمد فرزندان همراه نمی آورد، زن همراه نمی آورد زنان را و بالاخره اینها اینجا محاصره را تنگ کردن و پیام دادن به امام حسین که یا تسلیم بشه و اسیر ما بشود و یا بره پیش یزید به همین حالت. و امام حسین فرمودند که راهش را بگذارم به مدینه برمیگرده و به قصد جنگ نیامده، لشکر کشی نکرده. مردم کوفه او را دعوت دادن، به دعوت شما مردم عراق و کوفه آمدند. الان که شما او وفا بیعت شکستید و نیت جنگ را با ما دارید، ما برای جنگ نیامدیم و نه آمادگی رسمی داریم. لشکری با خود می آورد امام حسین اگر می دانست که جنگ می کنند، جنگ میشه. ولی اینها به انصافا گفتن نه، یا تسلیم ما بشه که شما را اسیر کنیم یا به پیش یزید بره.
و فرمود این ذلت من نمیتوانم تحمل بکنم که اسیر بشم، اسیر نمیشم و تسلیم شما نمیشم و پیش یزیدم نمیرم، برمیگردم به راهی که آمدن، راه من آزاد بکنید. و گفتن نه، راه شما آزاد نیست. و همین بود که با امام حسین رضی الله تعالی عنه درگیر شد. واقعا جزئیات بسیار دلخراشه که اونجا پیش آمد برای اهل بیت، برای سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه که محبوب آن حضرت بود. آن حضرت حسن و حسین را دوست داشتن، هر دو تا را به آغوش می گرفتن و فرمود الله هر کسی اینا را دوست بداره تو اونها را دوست بدار و هر کسی که با اینا دشمنی بکنه تو دشمن اونها باش. متاسفانه بسیار ظلم بر همه امت تا قیامت شد. چیزی انجام گرفت در صحرای قیامت که امت داغدار کرد، مسلمانان داغدار کرد. به فرزندان آن حضرت خیانت شد و این بالاترین خیانت بود. سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنه با یارانش اینجا به شهادت رسیدن و به ما امام حسین آموختن که در راه حق باید قیام کرد، در مقابل ظلم و استبداد، جرم و جنایت و ستم باید ایستادگی کرد و جان داد. امام حسین در درس مردانگی دادن، درس شجاعت دادن، تسلیم دشمن ذلیل نشدن، تسلیم مسلمان نماها که نمایش میدادن مسلمانی را، اما جنایتی که کردن معلوم شد که اینها مسلمان نمان، مسلمان واقعی نیستن. امام حسین دست داد که در مقابل دشمنان اسلام، در مقابل منافقین، در مقابل مسلمان نماها باید ایستادگی بشه، بر راه حق ایستادگی بشه. امام حسین برای اجرای عدالت قیام کرد. امام حسین برای امر بالمعروف و نهی از منکر بود، از منکر من کرد، به معروف مردم دعوت داد، خواست که عدالت اجرا بشه، خواست که دین اسلام حفاظت بشه، خواست امت پارا پارا نشه و تکه تکه نشه. امام حسین رضی الله تعالی عنه تشنه قدرت نبود، تشنه حکومت نبود، به خاطر گرفتن قدرت و حکومت و منافع دنیا امام حسین رضی الله تعالی عنه قیام نکرد. برای قسط بود، برای اجرای عدالت بود که خودش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می فرمودن که اگر اجرای عدالت نبود و گرفتن حق مظلوم از ظالم، فرمودن که من این حکومت را یک روزی هم حاضر نبودم که حکومت کنم، به کس دیگه می دادم. برای من ارزش نداره حکومت. مفهوم سخنان حضرت علیه گفت برای اجرای عدالت و برای گرفتن حق مظلوم از ظالمه که من این حکومت ها گرفتم. لحاظا این فرزند ایشان همینطور برای اجرای عدالت، برای گرفتن حق مظلوم از ظالم امام حسین رضی الله تعالی عنه قیام کرد. همه جامعه اسلامی، همه مسلمانان شیعه و سنی جهاد متأثران. ما اگر اون روزی که امام حسین در صحرای کربلا تنها بود و ما بودیم، ما با عشق و علاقه و جانانت در خدمت امام حسین قرار می گرفتیم و با لشکر عبیدالله بن زیاد و یزیدی هم می جنگیدیم و افتخار می کردیم و
همه جامعه اسلامی از این حادثه متأثره. همه انسان های آزادی خواه و آزاده دنیا در دنیا متأثران از این حادثه و محبت آل بیت همه در دل همه مسلمانان است. جامعه اهل سنت و اهل سنت هم عشق می‌ورزند به آل بیت و دوست دارند آل بیت را و محبت آل بیت در دل ماست و ما اعتقادمان آنه که مهمترین نکته در این محبت آنه که همه ما تابعداری بکنیم از این بزرگان، اینها را اسوه خودمون بدانیم، اینها را از سیره این بزرگان و روش این بزرگان ما اتباع بکنیم. عشق واقعی حضرت رسول، عشق واقعی آل بیت، عشق واقعی صحابه کرام، عشق الله تعالی در واقع آنه که ما اتباع بکنیم، خصوصا سیره این بزرگان ما اتباع بشه. آل بیت چگونه الله بندگی کردن، آل بیت چگونه به فقرا و مساکین رسیدگی کردن، چگونه به مردم با چه اخلاق برخورد کردن، اعمال اونها را و رفتار اونها و عمل کرد اونها و سیره و روش اونها باید ما اتباع بکنیم، تقوای اونها را اختیار بکنیم. این در واقع دوست داشتن اهل بیت، دوست داشتن حضرت رسول و صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین. ما از این حادثه هم متأثریم و واقعا دل همه خونه از این حادثه که انجام گرفته. اما بسیاری از برادران که این خیال میکنن که ما نگران نیستیم، ناراحت نیستیم، آنچه که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه انجام گرفته، آنچه که با حضرت حسین انجام گرفته، حضرت علی را هم مسلمان نماها شهید کردن، حضرت عثمان هم مسلمان نماها شهید کردن، حضرت حسین هم مسلمان نماها شهید کردن و حضرت عمر هم مظلومانه شهید شده است. از همه ما متأثریم و تأثرمون بالخصوص از شهادت حضرت حسین خیلی زیاده که ظلم بزرگ انجام گرفته. اما ما در فقهمون نداریم بعضی مسائل که نیست نزد ما بالاخره. این عزاداریه که عزیزان ما برادران ما دارن، لباس سیاهی به تن میکنن. ما اگر پدرمون وفات میکنه، فرزندان و عزیزان ما میرن با همه لباس سفیدی و 3 روز نزد ما عزایه. بعد از 3 روز ما نه 40 داریم، نه 7 داریم، نه 10 داریم و ما فقط 3 روز عزا در فقه ما است و حدیث و آیاتی که موجودن همه ما را به صبر وادار کردن که صبر بکنیم، استقامت بکنیم و دردمون به الله بکشیم و روی این بر همین فقه ما عاملیم و بر همون احادیثی که در کتاب صحاح آمدن عمل میکنیم. نه اینکه بی تفاوتیم، نه اینکه نسبت به اهل بیت ما نگران نیستیم ظلمی که انجام گرفته، نه خیر، اینطور نیست. برادران عزیز شیعه ما بدانند که همانطور که اونها محبت به آل بیت دارند و محبت آل بیت اونها مهم میدانند، آل سنت هم محبت آل بیت را مهم میدانه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ فرزندان سیدنا علی و حضرت زهرا را ما دوست داریم و خدا را شاهد میگیریم و به خدا قسم یاد میکنیم که ما اهل بیت آن حضرت را دوست داریم و دلیلش همینه که فرزندان ما، فرزندان اهل سنت چقدر حسن و حسینن، چقدر علیان، چقدر رضان، چقدر فرزند نامهای آل بیت و نامهای صحابه کرام
در میان ما تنها نام صحابه کرام نیست، بلکه اهل بیت چقدر زیاده. اگر ما تنها صحابه کرام دوست داشتیم، اهل بیت دوست نداشتیم، این نامهای حضرت زهرا، نام حضرت فاطمه، خدیجه الکبری، نام این بزرگان اهل بیت در بیان ما اینقدر شایع نبود. بپرسید ثبت احوال زاهدانا و مناطق دیگر سنی نشین را و داخل کشور و خارج کشور برید تحقیق کنید چقدر نامهای اهل بیت موجودن. این نشان محبته، این نشان دوستیه و لحاظا ما دوست داریم. توصیه ما آن است که این ایامی که برادران ما عزا میگیرند، توصیه ما نه تنها در ایرانه، در تمام کشورهای اسلامی و جهان اسلامی اینه که بر عزیزان شیعه ما باید با راحت و با امنیت کامل و با آرامش کامل اونها بتوانند مراسم مذهبیشون انجام بدن و هیچ کسی هیچ جای حق نداره که کمترین تعرض بکنه، یا هیچ کسی حق نداره که امنیت و آسایش عزیزان ما را در هیچ جای از دنیا به خلل بیندازه. خلاف شرع و ناجائزه برای کسانی که بخواهند تعرض کنند. این هیچ کسی دین ندانه، این هیچ کسی کار درست ندانه، همه خلاف عزیزان ما آنچه که اعتقادشونه و معتقدن باید مراسم خودشون را بر اساس اعتقادات خودشون اجرا کنن و آزادانه اجرا کنن. شما هم در ایام تاسوعا و عاشورا توی خانهتون بیشتر بمانید، بالاخره اینجا خیابان هم خلوت بشه، راه هم خلوت بشه که عزیزان مراسم برگزار بکنن. و شما هم ایام تاسوعا عاشورا روزه میگیریم آل سنت و این روزه قبل از جریان شهادت حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه، اولی بر رمضان روزه از فرض نبوده که عاشورا روزه در مدینه منوره حضرت آمدند و شروع شده است و روی این هست که انشالله این 2 روزه میگیرید و الله را عبادت میکنید و بندگی بیشتر کنید و به هر حال دعای خیر هم بکنید که الله تعالی امنیت حاکم بگردانه، آسایش حاکم بگردانه. ما از اینجا اعلام میکنیم که محبت اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم جز مشترکات ما با برادران عزیزانمون، با همه فرق اسلامی مشترکات داریم، با برادران شیعه مشترکاتمون زیاده. قرآن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم یعنی حجی که با من انجام میده مشترکات همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده حساب نمیشن و یکی از مهمترین محورهای وحدت ما همه محبت با اهل بیت، همه ما اهل بیت دوست داریم و برادریم، اخوت اسلامی بین ما هست. بله بله و الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کند و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.